الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از اولین برنامه راهنمود سنت. اجازه دهید در اولین برنامه معرفی و آشنایی بیشتری با برنامه داشته باشیم. این برنامه همچنان که از نامش هویدا هست، برنامه است برای جایگزین کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای بدعات و خرافاتی که در جامعه منتشر شده است. بینندگان گرامی، همه من و شما می دانیم بزرگترین ضربه‌ای که امروز امت اسلام متحمل شده و الان هم متحمل می شود، موضوع ضربه مهلک بدعات و خرافات و رسم و رسوم‌های غلط و اشتباهی است که در میان جوانان و در میان پیران و در میان تمام اقشار جامعه وجود دارد و بر امت اسلامی لازم و ضرور هست که از این بدعات و از این خرافات به دور بشوند و دوری از این خرافات امکان ندارد مگر با چنگ زدن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و در مرحله اول چنگ زدن به قرآن عظیم الشان که در واقع سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم مفسر قرآن عظیم الشان هست، واضح کننده قرآن عظیم الشان می باشد. بنابراین ما در این برنامه بر خود لازم گردانیدیم که ان شاء الله مسائل را در مورد تمسک جستن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و عاقبت انسانهایی که از سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دوری می کنند و همچنان در ادامه ان شاء الله به تعریف بدعت خواهیم پرداخت و موضوعاتی را از دیدگاه قرآن و احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد بدعت بیان خواهیم کرد و در مورد مذمت انسانهای مبتدع موضوعاتی از آیات قرآن عظیم الشان و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان خواهیم کرد و در ادامه اینها ان شاء الله مسائل را در مورد بدعاتی که امروزه در میان تمام اقشار جامعه وجود دارد موضوعات بیان خواهیم کرد ان شاء الله. بدعاتی که در شادی ها وجود دارد، بدعاتی که در غم ها وجود دارد و به همین ترتیب بدعاتی که در ماها و روزها و سالها وجود دارد و بدعاتی که در مناسبت های مختلف وجود دارد ان شاء الله که به خدمت شما بینندگان گرامی در برنامه های آینده موضوعاتی را بیان خواهیم نمود. اما اجازه دهید که با همدیگر آیاتی از قرآن عظیم الشان را در مورد اهمیت چنگ زدن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و این که چنگ زدن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از واجبات دینی فرد مسلمان هست، ان شاء الله آیاتی از قرآن عظیم الشان را در این برنامه که اولین برنامه هست به خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. در قرآن عظیم الشان در سوره مبارکه نساء آیت 59 خداوند سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. برادرم، خواهرم، ای مسلمان، متوجه باش که خدای متعال جل جلاله در اینجا برای تو دستوری دارد
یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. در این آیه متوجه باشید که پروردگار سبحانه و تعالی قشر خاصی را مورد خطاب قرار نمی دهد، بلکه همه ایمانداران، همه کسانی که ادعای ایمان می کنند، ادعای این را می کنند که از قرآن پیروی می کنند، ادعای این را می کنند که به الله سبحانه و تعالی، به وحدانیت الله ایمان دارند، و کسانی که ادعا می کنند ما امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم و پیروی می کنیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی اینها را خطاب می کند. برادرم، خواهرم، گوشت را باز کن و متوجه باش که الله سبحانه و تعالی چی دستوری برای من و تو دارد. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ای ایمانداران، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید از الله سبحانه و تعالی. آنچه را که الله به شما دستور میدهد آن را اجرا کنید. آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز به شما دستور میدهد از امر پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله سبحانه و تعالی خطاب می کند و دستور می دهد، امر می کند که شما اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبرش صلی الله علیه و سلم. اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله متعال در کنار اطاعت خود قرار داده است. نه تنها در آیت 59 سوره مبارکه نساء، بلکه در آیات زیاد الله سبحانه و تعالی اطاعت پیامبرش را در کنار اطاعت خود بیان می کند. حتی بالاتر از این الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء، باز هم سوره نساء آیت 80، الله متعال جل جلاله این گونه می گوید: من یطع الرسول فقد اطاع الله. الان کسی که از پیامبرش صلی الله علیه و سلم، از پیامبر اطاعت می کند، فقط اطاع الله. گویا این که پروردگار متعال جل جلاله، الله سبحانه و تعالی را اطاعت کرده است. الله سبحانه و تعالی اطاعت پیامبرش را مثل اطاعت خود می داند و در کنار اطاعت خود قرار می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی را از پیش خود تبلیغ نمی کند، چیزی را پیامبر علیه السلام از پیش خود نمی گوید مگر آنچه را که الله متعال جل جلاله به او دستور داده است. الله متعال جل جلاله در سوره مبارکه نجم می فرماید: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر چیزی از پیش خود نمی گوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نطق نمی کند چیزی را از پیش خود مگر آنچه را که الله متعال به او وحی کرده است، مگر آنچه را که الله سبحانه و تعالی به او دستور داده است که این را بگو و این را دستور بدی. پیامبر همان چیز را میگوید. امکان ندارد بر این که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی را بگوید در حالی که الله متعال به او دستور نداده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سفیر الله است. پیامبر مبعوث شده الله است. پیامبر رسول الله است. امکان نداره پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی را از پیش خود بگویند که آن را الله سبحانه و تعالی نگفته باشد. چیزی را پیامبر علیه السلام بگویند که خدای متعال جل جلاله به آن دستور نداده باشد، یا این که الله متعال جل جلاله به آن چیز راضی نباشد و نارضایتی و ناخشنودی الله در آن نهفته باشد. این گونه نیست، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچه را میگویند که خدای متعال به آن دستور داده است، آنچه را میگویند که رضایت خدا و خوشنودی الله سبحانه و تعالی در آن وجود دارد. بناهن خداوند سبحانه و تعالی در آیه 80 سوره مبارکه نساء میگوید: من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کس از پیامبر اطاعت کرد و هر کسی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت میکند مثل این است که از الله سبحانه و تعالی اطاعت و پیروی کرده است و میکند.
و الله سبحانه و تعالی همچنین در آیات دیگری از قرآن عظیم الشان این موضوع را برای ما مطرح می کند، این موضوع را برای ما بیان می کند که اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شما الزامی است. باید شما اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکنید. الله متعال جل جلاله در سوره مبارکه آل عمران آیت 32 می فرماید قل اطیعوا الله و الرسول. ای پیامبر بگو برای این مردم که اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبرش را. الله سبحانه و تعالی دستور می دهد، اینها دستور الله سبحانه و تعالی هست. و همچنین خداوند سبحانه و تعالی در جای دیگر از قرآن عظیم الشان برای ما این گونه بیان می کند. در سوره مبارکه حشر آیت 7 الله سبحانه و تعالی می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما آورده است شما از آن اطاعت بکنید و آن را بگیرید، آن را پشت پا نزنید. ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما می آورد و برای شما پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده شما آن را بگیرید، اجرا کنید در زندگی خود، در زندگی روزمره خود از آن برای خود بهره بگیرید. چرا؟ چون خداوند سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیت 21 می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در زندگی پیامبر، در راه و روش پیامبر، در گفتار پیامبر، در کردار پیامبر، در همه نشست و برخاست پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما امت، برای شمایی که ادعای ایمان می کنید الگوی حسنه و الگوی نیکو هست. پس به این صورت انسان باید به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا بکنه. اقتدای انسان به پیامبر علیه السلام باشه. خیلی جای تعجب است امروز بعضی از برادران و خواهران مسلمان ما الگوی خود را یک انسان بیدین و انسانی که از دین بهره ندارد، انسانی که از اخلاق و انسانیت بهره ندارد، متاسفانه آن را برای خود الگو قرار میدهند. خواهر مسلمانم، تویی که خدای نکرده به جای کارت رسیده که حالا لباس خود را همچون لباس انسانهای بیدین و انسانهای بت پرست و انسانهای مشرک میگردانی و افتخار میکنی چون از فلانی تقلید کردی، از فلانی برای خود الگو گرفتی، متوجه باش که الله سبحانه و تعالی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در زندگی پیامبر، در راه و روش پیامبر برای تو الگو هست، برای تو الگوی حسنه هست. برادرم، کسی که از سخن گفتن، از رفتار، از لباس، از همه نشست و برخاستت از یک انسان بیدین و انسان لایق و انسانی که مشرک است، حیوان میپرسته، انسان میپرسته، از او پیروی میکنی و از او تقلید میکنی، متوجه باش که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تو الگو هستند. آن گونه‌ای که قرآن برای من و تو تعریف میکند، آن گونه‌ای که قرآن برای من و تو میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، در گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم، در کردار پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من و تو الگو هست، الگوی حسنه هست. پیامبر، الله پیامبرش را به عنوان الگو برای من و تو فرستاده. پس بیاییم الگو بگیریم از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، الگو بگیریم از راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیروی بکنیم از آنچه که خداوند سبحانه و تعالی برای ما بیان کرده و برای ما گفته نسبت به حق پیامبرش، نسبت به اطاعت پیامبرش، نسبت به پیروی پیامبرش صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه 7 سوره حشر میگوید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و آنچه را که پیامبر شما را از آن منع کرده از آن پرهیز بکنید، از آن دوری کنید.
و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن منع کرده، از آن دوری بکنید، از آن بپرهیزید. برحذر باشید از آن چی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن منع کرده، بلکه اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیروی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بکنیم. این برای ما نفع دنیوی دارد و نفع اخروی دارد. هم در دنیا ما را سعادتمند می کند، خوشبخت می کند، و هم در آخرت ما را خوشبخت می کند. این اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان را به قله های بلند از خوشبختی و سعادت می رساند. انسان را به جایی می رساند که در واقع انسان می تواند به مقام شامخی از انسانیت و از خوبی انسان برسه. الله سبحانه و تعالی باز هم در سوره مبارکه انفال شبیه آنچه که در آیات گذشته بود الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. در سوره مبارکه انفال آیت 20 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. ای مؤمنین، ای ایمانداران، ای کسانی که شما ادعای ایمان میکنید. باز هم مثل آیت 59 سوره مبارکه نساء که الله سبحانه و تعالی در اونجا هم گفته بود که یا ایها الذین آمنو، در اینجا هم خداوند متعال شبیه آن را بیان میکنه: یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و رسوله. ای ایمانداران، اطاعت کنید از خداوند جل جلاله و پیامبرش. همه این آیات برای ما این را میرسانه که پیروی کردن از دستور پیامبر و اطاعت کردن از پیامبر بر فرد مسلمان لازم هست. آن جایی که پیامبر دستور دادند، آن جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با عمل برای ما نشان دادند که باید شما این را انجام بدهید. حالا این امر و دستور قولی باشه یا فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به چیزی ما را دستور دادن باید آن را اجرا بکنیم. وقتی وجوب یک عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شد، واجب است که ما آن را پیروی بکنیم، آن را عملی بکنیم در زندگی خود. چرا امروز ما مسلمان ها این همه بدبخت شدیم؟ به خاطر این است که ما از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دوری کردیم. از آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما دستور دادند خلاف آن را ما در زندگی خود انجام دادیم. که ان شاء الله خداوند متعال بر ما توفیق بده در برنامه‌های آینده در مورد مضرات و در مورد ضررهایی که پیروی نکردن از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی انسان در بر داره، ان شاء الله آیاتی و احادیثی در این مورد بیان خواهیم کرد که وقتی ما از سنت پیامبر دور شدیم چه ضررهایی برای ما در پی داره. اما فایده هایی را هم پیروی کردن و اجرا کردن دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم و اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما در بر داره که در آیات قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی با آن اشاره کرده که ان شاء الله آیات را هم در این مورد به خدمت شما عزیزان بیان میکنیم. اما قبل از او اجازه بدهید که وقفه بگیریم و ان شاء الله که بعد از وقفه به خدمت عزیزان در ادامه برنامه خواهیم بود و آیاتی که در این مورد آمده را همچنان به خدمت عزیزان قرائت خواهیم نمود. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان گرامی، بحث خود را ادامه می دهیم. اگر یادتان باشه در
قبل از وقفه به خدمت شما بینندگان گرامی بیان کردیم که اطاعت و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتشان واجب هست و باید آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور فرمودند از آن پیروی بکنیم. اما اشاره به این کردیم که وقتی ما از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنیم و پیروی بکنیم، برای ما منافعی هم در دنیا و هم در آخرت دارد. کامیابی در دنیا و آخرت نصیب ما می شود. در این مورد هم به بعضی از آیات اشاره می کنیم و ان شاء الله بعضی آیات دیگر را در برنامه بعد خواهیم گذاشت و در قسمت بعد ان شاء الله خواهیم گذاشت. ولی در این بخش از برنامه که دقایق محدود ان شاء الله به خدمتتان خواهیم بود، فقط به یکی از آیات قرآن عظیم الشأن اشاره می کنیم و ان شاء الله برای امروز و برای این برنامه بحث را خاتمه می دهیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء باز هم آیت 13 الله سبحانه و تعالی می فرماید: من یطع الله و رسوله، هر کس که اطاعت بکند از الله و رسولش، آنچه را که الله دستور داده از آن پیروی بکند و آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن دستور دادن از آن پیروی بکند. الله سبحانه و تعالی می فرماید که یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید کسی که اطاعت از خدا و پیامبر بکند، الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ او را به بهشت وارد میکند که از زیر درختهای آنها، از زیر درختهای این بهشتها و باغهای زیبا جوها و رودبارهای روان هست. این نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی هست که همانا بهشت می باشه. و وقتی انسانهای مطیع و فرمانبردار خدا و پیامبر وارد بهشت می شوند، الله سبحانه و تعالی آنها را از بهشت بیرون نمی کنه. برای چند روزی نیست. مثل دنیا وقتی ما خوش شدیم به یک چیزی و خوشحال شدیم و بعد ما را از آن خوشحالی بیرون بکنن یا اینکه آن خوشحالی برای ما دائمی نباشه. نه خیر، این گونه نیست. بلکه وقت خداوند سبحانه و تعالی انسان مطیع و فرمانبرداری را وارد بهشت می کند، آن انسان دیگه از بهشت بیرون نمی شود، جاویدان و همیشه در آن باقی خواهد ماند. الله سبحانه و تعالی می فرماید خالدین فیها، در این بهشت این انسان ها جاویدان می مانند. این انسان هایی که اطاعت خدا و پیامبر را می کنند، آنچه را خداوند می گوید، آنچه را پیامبرش صلی الله علیه و سلم می گویند، با دل و جان می پذیرد، با دل و جان قبول می کند، بدون چون و چرا آن را قبول می کند. آنچه را که الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم برای این انسان دستور دادن، آن را پیروی می کند. و پاداش این انسان این است که الله سبحانه و تعالی این را وارد بهشت زیبایی می کند و این نعمت الله است. این بزرگترین نعمت است که خداوند سبحانه و تعالی برای این انسان نصیب می کند، برای انسانی که خود را مطیع و فرمانبردار الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم کرده است. بنابراین خداوند متعال جل جلاله می فرماید که و ذلک الفوز العظیم، این که خداوند سبحانه و تعالی شخصی را وارد بهشت می کند، وارد نعمتهای بهشت می کند، این بزرگترین کامیابی است، این بزرگترین فلاح و رستگاری است برای انسان. بر کدام انسان؟ انسانی که مطیع و فرمانبردار خداوند جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم می باشه. چقدر زیباست برادرم، خواهرم، من و تو نیاز به رضایت الله داریم، نیاز به این داریم که خداوند سبحانه و تعالی ما را از آتش سوزان جهنم نجات داده و ما را وارد بهشت خود کند. پس بیا طرف قرآن، بیا طرف اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم،
آن گونه ای که قرآن به تو میگوید از پیامبر اطاعت بکن تا وارد بهشت الله بشوی. خوشا به سعادت تو، خوشا به سعادت تویی که ای برادرم و ای خواهرم که از پیامبرت اطاعت میکنی. خوشا به سعادت تو که واقعا امت پیامبر صلی الله علیه و سلم شدی و امت بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم لابدی است که انسان اطاعت بکنه. برای انسان ضرور است که اطاعت بکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم تا این که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بشه. اگر میخواهی وارد بهشت الله بشوی بیا یکی از کلیدهایش را بگیر. این آیه برای تو یکی از کلیدهای مهمش را برای تو بیان میکند. کدام کلید؟ و این کلید اطاعت خدا و پیامبرش صلی الله علیه و سلم هست. به هر صورت بینندگان گرامی و عزیز، مطالب در این مورد زیاد است. چون وقت برنامه از این بیشتر برای ما یاری نمی کند، اجازه دهید که این برنامه را در اینجا خاتمه بدهیم. ان شاء الله که در برنامه بعدی اگر خداوند سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده و عمر باقی باشه، ان شاء الله که آیات دیگری را در این مورد، در مورد فایده های اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم به خدمت شما عزیزان تلاوت خواهیم کرد و بیان خواهیم نمود. برای حالا همه شما را به خدای متعال جل جلاله میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.